میخوایم چند تا مسئله رو در مورد غذا خوردن بچه‌ها با همدیگه بررسی کنیم. اول از همه موضوع رو خود غذا خوردن نکنیمش، موضوع رو خود بچه بکنیم. یعنی اینکه اول از همه ببینیم که کی الان مهمه. خیلی وقتا خود بچه فراموش میشه و عمل غذا خوردنه انگار مهمتر از وجود خود بچه میشه و ما توی اون تلاشی که داریم میکنیم که به بچه غذا بدیم ممکنه خیلی از اصول خودمون رو بذاریم زیر پا و بچه رو وادار به غذا خوردن بکنیم. اینو میگم به خاطر اینکه خودم تجربهش کردم و خودم انجامش دادم و خودم این مسئله رو انجام دادم که فراموش کردم که دارم الان برای چی این کارو میکنم. فقط غذا خوردن شده بود مسئله اصلی و اینکه من داشتم چی رو زیر پا میذاشتم که به چی برسم اون انگار اصلا دیگه مطرح نبود. شماره 1 انگار ما میایم میگیم که چیه؟ اول ببینیم که چی مهمه، انگار اهم و فالاهم بکنیم. به هیچ عنوان خود بچه رو زیر سوال نبریم، زیر انگار فراموش نکنیم و غذا خوردن رو روش تمرکز کنیم. شماره 2 اون هدف اصلیه که من همیشه انگار تمرکزم روی اونه که ما انگار همه چی رو تمام تمرکز و ذهنمون رو روی خودمون میذاریم و بعد به بچه ها توجه میکنیم. من اگه آرامش داشته باشم، من اگه زندگیم انگار فولفیل شده باشه، مثلا انگار به اون چیزایی که میخوام و دوست دارم رسیده باشم یا در جهتشون باشم، در حال تلاش برای رسیدن به اونا باشم، خیلی آدم شادتری هستم. حالا تصور کنین منی که الان ناراحتم، امروز برای خودم وقت نذاشتم، سر کارم مشکل داشتم، با اطرافیانم مشکل داشتم، تمام اون ناراحتی و خشم من الان توی درون من جمعه و من میخوام غذا رو به زور بکنم تو دهن اون بچه. اینجایی که شماره 2 ما مطرح میشه. اول تربیت خودت، بعد تربیت بچت. اول غذای خودتو بده، اول غذای روح و جسم خودتو بده و بعد دنبال غذای بچت باش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر امروز شما میبینین بچه‌تون غذا نمیخوره، به جای اینکه تمرکزتون رو بذارین رو غذا خوردن اون و غذا نخوردن اون، تمرکزتون رو بذارین رو سلامتی روح خودتون. چه بسا وقتی که روح من سالم میشه و آهنگی که توی خونه من نواخته میشه از روابط توی خونه ما باعث میشه که اون اشتها رو به بچه ما برگردونه. تصور کنین توی خونمون داریم یک آهنگ ناموزون وحشتناک پخش میکنیم و وسط اون آهنگ حالا داریم زور میزنیم که تو بخور تو بخور تو بخور. خب اصلا آدم اشتهاش کور میشه، اصلا نمیتونه غذا بخوره. شماره 3 آهنگی که توی خونه ما داره پخش میشه، آهنگی که از آرامش، از روابط قشنگ بین زن و شوهر و از روابط قشنگی که خود مادر با خودش داره، خود پدر با خودش داره و از روابط قشنگی که مادر و پدر با اطرافیانشون دارن، اون باعث نواختن یه موسیقی توی خونه میشه و اون موسیقیه که اشتها به بچه ها میده و بچه ها رو آروم میکنه. برای همین تا حالا من هنوز در مورد اینکه بچه چی بخوره و چی نخوره صحبت نکردم، به خاطر اینکه انقدر مسئله این وسط هستش و انقدر نکته این وسط هستش که ما تا زمانی که میایم اون نکته ها رو انجام میدیم و بهشون رسیدگی میکنیم، همون که حواسمون از رو بچه‌مون برمیداریم باعث میشه که بچه‌مون غذاخور میشه. بچه‌مون اون چیزی که بدنش احتیاج داره رو برای خودش برمیداره و میخوره. وقتی که من مشغول رسیدگی به خودمم، رسیدگی به خودم و خودسازی درون خودم هستم و مشغول بهتر کردن روابطم با اطرافیانم هستم،
خونه من یک آرامشی رو به خودش میگیره که توی اون آرامش بچه‌ها غذاخور میشن، اگر هم غذاخور نشن سالم میشن. باز برمیگردیم به نکته شماره 1، بچه‌ها و سلامتی روحشون از اون چیزی که وارد بدنشون میشه خیلی مهمتر هستن. اونا بقیه مسائل جانبیه و میشه خیلی راحت اونا رو بررسی کرد و درستش کرد. یعنی اینکه حالا این بچه گوشت میخوره یا مرغ میخوره یا هر چی میخوره خیلی زیاد تأثیری توی آینده و زندگیش نداره. بچه‌ها به هر صورت بدنشون اون چیزی که نیاز داره برداشت میکنن. برای همین برای بار 1000م تاکید میکنم به خودم و به همه مادرها و پدرهای دیگه که تمرکزمون رو به جای اینکه بذاریم روی بچه‌ها و چی میخورن، چی نمیخورن، چی کار میکنن، تمام اون تمرکزمون رو بذاریم روی خودمون که من دارم چه کار میکنم، من کجای کار وایستادم و من برنامه‌ام برای آیندم چیه. وقتی تمرکزمون رو میذاریم روی اینا، بقیه مسائل خودشون خود به خود حل میشن. به خاطر اینکه یکی از چیزایی که بچه رو غذا نخور میکنه اون حالت وسواس فکری که مادر روی بچه داره، بخور 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 بخور. بچه رو اگه اشتها هم داشته باشه اشتها زده میکنه. برای همین از امروز تلاشمون رو بکنیم. خیلی سخته بله، ولی تلاشمون رو بکنیم که تمرکزمون رو بذاریم روی خودمون.